درود. یک روز پرشور دیگر، یک روز متفاوت در ولایت خوست افغانستان. استقبال گرم و بی پیشینه از تیم فوتسال افغانستان در ولایت خوست. جمعیت میلیونی و حضور گسترده مردم ولایت خوست و همجوار در استقبال از تیم فوتسال افغانستان. جمعیت قابل ملاحظه و شور و هیجان مردم واقعا سدودنی است. مردمی که سخت تشنه این خوشی ها و گرد و همایی ها و با هم بودن هاست. اما کاش ای کاش ای کاش در یک گوشه ازی تصویر می دیدیم که دختران پکتیا، خانم های پکتیا هم از فرزندانش از تیم فوتسال به نحوی استقبال کردن. همونطور که در برچی دیدیم، همونطور که در پایتخت دیدیم، شمار زنان و دختران آمدن از قهرمانان ورزش، از قهرمان آسیا پذیرایی کردن، کف زدن، گل دادن و خوش آمدید گفتن. کاش این روز در پکتیا هم بیاید که فعلا چندان امیدی نیست.